سلام بینندگان عزیز. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان به نامه محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان جهتی بررسی تکراری اسناد نامزد به مقام پرزیدنتی آیین حال با نظر و شرایط فراهم کردن او به سبقت انتخاباتی پاسخی رد داده است. بدین منوال نامزد اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه تاجیکستان خانم آیین حال با نظر از این سبقت بیرون کرده شد. حالا همراه ما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکت دارند در این برنامه و همچنین در برنامه ما دو نفر خبرنگاران کیمرسی عطا و عبدالله اشور شرکت دارند و ما در این برنامه تلاش خواهیم کرد سبب‌های رد شدن نامزدی خانم آیین حال با نظر و فعالیت من بعده اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه تاجیکستان را به بررسی بگیریم. به خصوص این موضوع که آیا اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه تاجیکستان در این سبقت یا در این انتخابات چه موقع را اشغال خواهد کرد. خب جناب کبیری خوش آمدید. و سوال اول هم این است که ببینید اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه تاجیکستان نامزد واحد خود خانم آیین حال با نظر را به انتخابات پرزیدنتی پیشبری کرد، اما چنانکه گفتیم نامزدی شما با قید گرفته نشد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلام کرد که در صورت ثبت نام نکردن نامزد واحد آنها انتخابات را بایکات اعلام میکنند. خب موقع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این رابطه چی است؟ بفرمایید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. جای تاسف است که کمیسیون مرکزی انتخابات نامزد یگانه اینیت را ثبت نام نکرد و ما حزب‌های عضوی اینیت و تمام شخصیت‌ها کوشش خود را به خرج دادیم که تا لحظه آخر که نامزدی ما ثبت نام شود و فرستادن نامه تلاش آخر و امید آخری ما بود که بالاخره به خاطر منفعت‌های ملی دولتی و حداقل به خاطر منفعت‌های خود دایره حاکم که شاید وانمود کنند که انتخابات کمی دموکراتی و با رقابت بود نامزد رو ثبت نام کنند. ولی این نامه‌ای که به ما دیروز فرستاده شد بیانگر آن است که این امید هم برهم خورد و معلوم شد که مقامات در این انتخابات آماده ثبت نام نامزدی واقعی اپوزیسیونی رو نداشتند، وگرنه همونطوری که در سال 1999 حتی وقتی که امضاهای کافی خیلی کمتر از معیار جمع شده بود و حتی خود نامزد هم که اون وقت گفت که دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کند، به هر صورت نامزد رو ثبت نام کرده بودم. ولی در این انتخابات با وجود همه دلیل‌ها و با وجود آنکه ما امضای لازمی رو و بیشتر از 5% که قانون اساسی پیش بینی کرده است جمع آوری کردیم، ولی باز هم نامزد رو ثبت نام نکردن و این خود دلیل اون است که آمادگی روانی برای برگزار کردن یک انتخابات شفاف و با رقابت واقعی نداشت. خب به هر صورت این سوال که خب دیگر حزب نهضت چه موقع خواهد گرفت در برابر این معرکه؟ اونهایی که فرض کردیم 200,000 نفر از شهروندان تاجیکستان که به جانبداری آیین حال با نظر و امضا گذاشتن، آنها آیا در این انتخابات به چه شکل شرکت کنند؟ و خود حزب شکل شرکتش چگونه خواهد بود؟ حزب نهضت عضو اینیت هست و ما همیشه تلاش میکنیم که با رویه فرهنگ اتحاد و مشارکت موقع خود را در چارچوب موقع اتحاد بگیریم. چون وقتی که یک حزب یا هر شخصی میخواهد که عضو یک گروه باشد، اتحاد باشد، باید که قبل از آن که موقع خود را اعلام کند دیدگاه تمام اعضایان و همراهانش رو بگیرد و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این فرهنگ رو دارد و قبل از آن که ما البته موقع خود رو داریم ولی میخوایم این موقع رو اول در اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه مطرح کنیم و اگر دیگر شریکان موافقت کردن در آن صورت ما موقع یگانه رو اعلان خواهیم کرد. چون خیلی ناخوب می بود اگر حزب نهضت
موقع خودش رو پیش اعلام کند و دوستان رو در اتحاد در حالت ناگوار قرار بدهد که اونها مجبور میشن یا موقع حزب نهضت یا هر حزب دیگر را پشتیبانی کنند. اگر پشتیبانی نکردن چنین یا حالت با وجود میاد که اتحاد از موقع یک عضوش پشتیبانی نکرد، مخالفت با وجود آمد. اگر پشتیبانی کردن اون هم فقط به خاطر اون میشود که شخصی اول اعلام کرده رو در حالت ناگوار قرار ندهند. چون اگر حزب نهضت عضو اتحاد نمی بود خیلی آسان راحت موقع خودش رو پیش از اعلان موقع اتحاد اعلام میکرد، ولی فرهنگ اتحاد، فرهنگ ائتلاف تقاضا میکند که موقع ها اولا در چارچوب اتحاد بررسی شوند و بعدا اعلام کرده شوند. یعنی به هر صورت شما بر این نزدیکی ها نقشه دارید که جلسه اتحاد نیروهای اصلاحات خون برگزار شود؟ ولی ما دیروز هم دعوت کردیم که جلسه برگزار شد، ولی با دلیل اون که اکثر اعضایان گروه کاری اتحاد در سفری کاری بودن نتونستن شرکت کنن، این به وقت دیگر ماننده شد. ولی هر چقدر زودتر اگر ما این موقع را مشخص کنیم همون قدر بهتر است. تو اینکه اون شما پرسیدید که 200,000 نفری که امضای خود را گذاشتن اونها باید جواب مشخص بگیرن که مناسبتشون به این انتخابات چگونه باشد، بالاخره اونها شرکت کنند در انتخابات یا نه. خب تشکر. به هر حال حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان الکی از قبل اعلام کرده بود. حزب سوسیال دموکرات هم یک عضو اتحاد نیروهای اصلاحات های تاجیکستان است. اونا گفته بودن که در صورتی که ثبت نام نمیشد یکی از شرط های مهمشون این بود که در صورت ثبت نام نکردن خانم با نظر و به حیث نامزد رسمی در انتخابات پرزیدنتی حتما بایکوت خواهند کرد. به هر حال یک طرفی موقع یک طرف معلوم است. برای همین من گفتم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اگر عضو اتحاد نمی بود ما هم موقع خود رو زود اعلام میکردیم، ولی چون عضو اتحاد هستیم این فرهنگ سیاسی رو طلب میکند که باید اول دیدگاه ها در اتحاد بررسی شوند، گفته شوند و چون نامزد یگانه هست موقع هم باید یگانه باشد. هر حزب یک فرهنگ سیاسی خودش رو دارد و ما نباید یکدیگر رو تکرار کنیم. برای همین حزب‌های گوناگون هستیم و اگر هممون با یک روش عمل میکردیم همه در یک حزب بودیم. خب ببینید به هر صورت اینجا در صحبتتون در مورد امید و ناامیدی ها صحبت کردید و در یک از مصاحبه های اخیر خود نیز ذکر کردید که ناامید نیستیم، مبارزه رو ادامه خواهیم داد. یعنی به هر صورت این احساس که شکل شرکت اتحاد نیروهای اصلاحات های تاجیکستان یا فعالیت اون تا اندازه جامعه را ناامید کرد و این چیز شما یعنی قائل هستید که یعنی ناامیدی مردم و مخصوص انتخاب کننده ها را فرا گرفته است؟ بله این شک نیست و قسم زیادی مردم ناامید شدند، ناامید از انتخابات، ناامید از حکومت، ناامید از نیروهای مخالفین، ناامید از آینده کشورشان، چون انتخابات پرزیدنتی هر روز برگزار نمیشد، در 7 سال یک مرتبه و بسیاری ها امید داشتند که این انتخابات یک قدم بسیار جدی در عملی کردن اصلاحات در کشور خواهد شد و با آنکه نامزد یگانه اتحاد وارد سبقت نشد بسیاری ها ناامید شدند و یک قسم دیگر حتی با پیشنهاد شدن نامزدی خانم آینی حال با بنظر و ناامید شده بودند و این روند سیاسی یک روندی هست که هر کس امیدش رو وابسته به همت و با هدفهایش میبندد. بسیاری ها انتخابات پرزیدنتی 2013 رو برای خودشون یک حادثه و چاره‌بینی بسیار مهم و حتی تقریبا نهایت تاریخ میدونستند که اگر در همین انتخابات یگان اتفاق نیفتاد دیگر در تاجیکستان حتی زندگی کردن برایشون معنی ندارد و این رو آشکار گفته ایستادن. معمولا این گروه هستند که در سیاست رو به طور حرفه‌ای پیگیری نمیکنن و سیاستمدار حرفه‌ای نیستن، خیلی احساساتی، خیلی سطحی مناسبت میکنن و طبیعی است که در اولین شکست، در اولین برخورد چون واکنش‌ها رخ می‌دهد، ولی کسانی که سیاست رو حرفه‌ای پیگیری میکنن، جدی و از لحاظ استراتژی پیش میروند، انتخابات پرزیدنتی، انتخابات پارلمانی و هر یک چاره‌بینی مهم سیاسی برایشون یکی از مرحله هاست، نهایت تاریخ نیست. و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزبی هست که
سیاست‌هایش رو، تاکتیکای کاریش رو وابسته به شرایط و با داشتن یک دورنما پیش میبرد. اگر کسی ناامید شده باشد که با همین تمام مبارزه سیاسی در کشور دیگر اون اختیاری اوست، انتخاب رو کرده است، ولی ما ناامید نیستیم و مبارزه در پیش است و هر کی با ما هست در پهلوی ما در آینده خواهد ایستاد و هر کی با ما نیست وقت اون رو نشان میده. خب اینجا صحبت کردید که هر کسی ناامید شده است با ما نیست و اینکه هر کسی که امید دارد همراه ما هست. البته خب این اختیار شما هست که همین گونه صحبت ها میکنید که مثلا کسی با ما هست نباید ناامید نشود، ولی به هر صورت اینجا صحبت از جامعه کشور و از یک معرکه مهم سیاسی می رود و تا جای آگاه هستیم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز برای یک شرکتی گسترده و فعال در این کارزار آمادگی های زیاد دیده بود. حالا که به هیچ گونه دستاورد یا حتی به هیچ گونه تغییرات کوچکی دست نیافتیم، فکر نمیکنید که این گونه پاسخ دادن که ناامیدها خب دیگر اختیارشان هست، یعنی فرار از موضوع و موقع اساسی هست؟ ببینید بیاد مسائل را کمی روشن‌تر کنیم. وقتی که ما نگفتیم که کسانی که ناامید شدن با ما نیستن، ما گفتیم این انتخابی آنهاست. ما باید احترام قائل باشیم به انتخاب هر کس، ولی اونهایی که سیاست رو خوب میفهمند ما رو تنقید میکنن، اعراض میگیرن، ولی باز در نهایت کار با ما هستن، چون میدونن که این نهایت راه نیست، در پیش مرحله بسیار دشوار دیگر هستند. وضعیت این طور است که بسیاری از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امید داشتن و هنوز هم امید دارن. همینه که تنقید میکنن این نشانه اون است که امید دارن که تنقید میکنن. بله، توقع زیاد دارن و این مسئولیت نهضت رو بالا میبرد. از یک طرف ما رو خرسند میکند که بالاخره نیروی هست که توقع مردم خیلی زیاد است نسبتش. از طرف دیگر کمی خجالت هم میشیم که نمیتونیم تمام انتظارات مردم رو برآورده کنیم. نهضت اعلام کرده بود که با تمام قدرت و توانش در انتخابات شرکت خواهد کرد و الحمدلله شرکت هم کردیم. اونایی که واقعیت ها را اعتراف میکنن میدونن که من نمیگم همه دشواری بر دوش نهضت بود، ولی اکثریت وزن این روند رو نهضت به دوش گرفت و تا با آخر ایستاد و هنوز هم ایستاده ایم. تنقید از همه زیاد رو نهضت شنید و در آینده هم خواهد شنید. خراجاتی از همه زیاد رو خواهد کرد. نیروی انسانی از همه زیاد رو در میدان برای جمع آوردن امضا و تبلیغات صرف کرد. ولی مردم وقتی که توقع دارن از یک نیروی سیاسی، بسیار خوب میبود که در پهلوی توقع کمک هم میکردن و اگر جای انتقاد هست، اعراض هست، اون رو خالصانه برادرانه بگوین و جایی که لازم است که ما همدیگر فهمی داشته باشیم ما رو بفهمن که چرا در این مرحله چنین تصمیم ها گرفته می شود. در سیاست یک قاعده هست که اگر خودت نمیدانی که به کجا می روی، حداقل از پسی کسی برو که میداند به کجا می رود. بعضی از دوستان نه خودشون میدونن که کجا می روند، چیکار کردن یان و نه همراهی میکنن نفری را که میداند کجا رفته ایستاده است. نهضت اسلامی تاجیکستان با اون تجربه‌ای که دارد، با اون امکاناتی که دارد، میداند که چیکار کرده ایستاده است، کجا رفته ایستاده است و اگر جامعه شهروندی همون طوری که مردم امید زیاد داشتن به ما اعتماد داشته باشد، مطمئن باشن که نهضت در نهایت کار این جامعه را همراهی خواهد کرد. ما نمیگیم رهبری خواهیم کرد، ما همراهی کردن میخواهیم و به یک جای خوب مناسب یک جای خواهیم رسید. ولی اگر تنها شعار پرتویی باشد، تنها تنقید یکدیگر باشد، تنها متهم کردن یکدیگر به خیانت و فروختن و ترسویی و به این حرفا باشد، نهضت اسلامی تاجیکستان چندین مرتبه این مرحله را از سر گذرانده است. هیچگاه به فتنه داده نشد، ما به پرووکاسیون داده نمیشویم و اصلا چندان نگران هم نیستیم که زیاد از ما تنقید میکنن، چون کسانی که زیاد تنقید میکنن، زیاد حرف میزنن، اونها حالا 5% کاری را که نهضت کرده است انجام ندادن و به همین خاطر ما احترام داریم به این نظرها، ولی باز هم راه خود را ادامه خواهیم داد و آینده
زمان و وقت خودش نشان میدهد که باز در پهلوی مردم این جامعه کی خواهد بود. خب تشکر زیاد. عبدالله بفرمایید. استاد اینجا با نزدیک شدن انتخابات تنقیدها و انتقادها نه تنها از جانب مثلا اونهایی که نمیخوان نهضت دیدن بود، بلکه هواداران نهضت هم بلکه فعال شدن در این عرصه و بعض انتقادهاشان میگفتند مثلا یعنی میگن که اونها از نهضت جرأت بیشتر مثلا انتظار داشتند و اینها نفرای هستند که بسیار صادق هستند با ایدئال های این حزب و میگفتند که یعنی باید نهضت از خودش جرأت بیشتر نشان دهد. اما وقتی آخر مشاهده میشد که شما از صبر و تحمل و این خیلی چیزها بسیار حرف میزنید و این حکومت دیده میشد که این صبر و تحمل همچون نقطه ضعف حزب اعتراف میکند، قبول میکند. یعنی فشارها بالای حزب بعد این استراتژی صبر کم نشد. به هر حال در آینده نزدیک عوض کردنی هست حزب این سمت فعالیتش را یا که چی؟